Right from dictation جزء 4 ستون اصلی PTE هست که توی هر سطحی که هستی حواست باشه که سعی کنی عملکرد توی WFD برسه به 100% یا حتی 90%، چون این بخش خیلی آسونه، در عین سادگی خیلی خیلی برات نمره آوره. شما حدود 3-4 تا سوال WFD دارین که معمولاً میشه گفت کسایی که میرن سر جلسه میگن حداقل 3 تا از این 4 تا از پردیکشن بوده و تکراری بوده براشون. پس حتما توی این بخش حواست باشه که به پردیکشن ها مسلط بشی، به طوری که اگه اون جمله پردیکشن توی امتحانت اومد بتونی 100% بهش جواب بدی. یعنی اینقدر و اینقدر پردیکشن ها رو دوره میکنی و املاهاشون رو کار میکنی و لیسنینگشون رو تمرین میکنی که اگر تکراری اومد اون سوال رو 100% بزنی و نرخ تکرار تو این بخش به شدت بالا هست. توی Write from Dictation یک جمله 10-11 کلمه‌ای بهت میده، خب که طبق معمول توی Repeat Sentence یادتونه چانکی به ذهنم میسپردم، تیکه میکردم جمله رو به ذهنم میسپردم. اینجا هم دقیقاً تمرکز میکنم و سراپا گوش میشم و چانکی جمله رو به ذهنم میسپرم. با تفاوت اینکه توی ریپیت سنتنس انکه 50% جمله رو میگفتی اوکی بود، اما توی WFD انتظار میره که تو کامل بتونی جمله رو متوجه بشی، اینقدر تمرین بکنی که کامل بتونی جمله رو متوجه بشی و کامل با املای صحیح اونو بنویسی. و حواستون باشه این تسک خیلی نمره آوره و پیرسون با یک سیاست خاصی این بخش نمره آور رو گذاشته آخرین سوال آزمونتون و چون مدیریت زمان توی لیسنینگ دست خودتونه باید حواستون باشه که تایمتون رو جوری مدیریت کنین که به WFD ها به خوبی برسین و حداقل برای هر WFD 1.5 دقیقه تایم داشته باشین. و حواست باشه اگر تایمتو خوب مدیریت نکنی حتی ممکنه سوال آخری که برای WFD داری اصلا برات نشون داده نشه سر جلسه و تو اگه یک سوال WFD از دست بدی تقریبا میشه گفت که دیگه اصلا قید 79 پلاس رو باید بزنی. این بخش خیلی نمره آوره. و همچنین یه تفاوت دیگه هم که با ریپیت سنتنس داره این که توی ریپیت سنتنس میگفتیم که روش نوت تیکینگ خیلی نمیتونه بهت کمک کنه، اما توی WFD حتما از روش نوت تیکینگ استفاده میکنی و حتما دفترچه‌تو آماده میکنی و نوت برمیداری به همین روشی که حالا با هم تمرین میکنیم. بریم سراغ این که توی WFD چجوری تمرین حل کنیم. خب ببینید طبق معمول WFD رو باز میکنیم، میریم توی قسمت Prediction. Biology department is dedicated to research activities. ببین الان بود Biology department is dedicated to research activities. بذار ببینم درست به خاطرم سپردم الان. Biology department is dedicated to research activities. خب پس ببین طبق کاری که توی repeat sentence می کردم، خب یعنی میام اینو چانکی به ذهنم میسپرم. Biology department is dedicated to research activities. اینجوری تو ذهنم میسپرم. Biology department is dedicated to research activities. و حالا بعد از اینکه توی ذهنم سپردم سریع نوت برمیدارم. خب ببینید اولا اینکه خب این دفترچه سیمی من سر جلسه یه صفحه جدید باز میکنم و همونجور قبلا هم گفتم اصلا توی استفاده از دفترچه صرفه جویی نمی کنم و ریز نمی نویسم، درشت می نویسم و تو هم نمی نویسم. اوکی؟ و کاری که میکنم هر چانکو توی یک خط می نویسم. اینجوری باعث میشه که نوت تیکینگ هم خیلی راحت تر بشه، راحت تر توی ذهنم بمونه. الان پلی میکنی با هم نوت تیکینگ کنیم همین جمله رو. Biology department is dedicated to research activities. ببین یعنی اومدم هر بخشو هر چانکو توی یک خط نوشتم. اوکی؟ و اینجا چون املا مهم نیست یک جوری نوشتم که بعد که سریع خب میخوام 1 ثانیه بعد شروع کنم همین جمله رو تایپ کردن دیگه،
که توی ذهنم مونده باشه و بتونم تایپ کنم. مثلا یه چیز این که ببین توی این بخش حواست باشه به اسم کلمات خیلی توجه کنی، خب که حتی اسا رو میتونی توی نوت تیکینگ بزرگتر بنویسی و همچنین به ایدی کلمات باید خیلی دقت کنی. آره اگه یک فعلی ING داره خیلی باید بهش دقت کنی که درست نوت تیکینگش کنی و درست بنویسیش. و حالا بعد از اینکه این نوت رو برداشتم شروع میکنم تایپ کردن. حالا بریم تایپش کنیم. خب دیگه بلافاصله شروع میکنم تایپ کردنش و حواسم باشه که حرف اول جمله write from dictation رو حتما باید با حرف بزرگ بنویسم. یعنی چی؟ یعنی دست بذارم روی دکمه کپس لاک و یه بی بزرگ میذارم، بعد دوباره کپس لاک رو قطع میکنم خب و مینویسم بیولوژی. حالا من الان با لپتاپه چون همش با کیبورد تمرین کردم سرعت تایپم پایینه. چی بود؟ بیولوژی department is dedicated to research activities. خب ببین الان من یه نگاه میکنم املامو یه دور چک میکنم. خب biology department is dedicated to research activity. مثلا dedicated شک کردم که این dedicated می نوشتن یا dedicated. خب dedicated رو هم اضافه میکنم. خب دیگه مثلا چه کلمه ای شک دارم؟ مثلا بیولوژی رو هم شک دارم، به یه روش دیگه می نویسم. حالا نمیدونم به چه طریقی ولی خب مثلا ببین تا 3 کلمه میتونی بنویسی اینجا. اما خب اینجا حقیقتا یک بحث بین همه. بعضیا میگن که بی حد و مرز اینجا میتونی کلماتی که شک داری رو اضافه کنی قبل از نقطه. بعضی ها هم میگن نه پیرسون یه محدودیتی داره و اگه کلمه خیلی بیش از حد اضافه کنی توی write from dictation باعث میشه نمرت کم بشه. پیشنهادی که من دارم اینه که اول اینکه اینقدر پردیکشن ها رو خوب مسلط بشو خب که اصلا احتیاج پیدا نکنی به اینکه قرار باشه کلمه رو شک کنی. یعنی اینقدر تمرین کرده باشی که مطمئن باشی. اما حالا اگه کلمه رو شک کردی تو این قضیه هم صرفه‌جویی نکن، بذار. ولی خب سعی کن دیگه توی هر جمله بیشتر از 3 کلمه شکی نذاری که خیالت راحت باشه. و حواست باشه که این کلماتو که اضافه کردم بعد نقطه میذارم. یعنی نمیشه که نقطه بذارم بعد کلمات شک دارم و بهش اضافه کنم. خب حالا بعدش هم که یه سبمیت میزنم ببینم که چی کار کردم. میبینین الان dedicated و بیولوژی که جدید اضافه کردم غلط بود و نمرم هم شد 7 از 7. یعنی 7 کلمه رو کامل تونستم جواب بدم. اوکی بریم یه سوال دیگه. A new article was published regarding the university last week. ببین دقت کردی اولا که هر چانک رو سعی کردم توی یک خط بنویسم. خب و کار دیگه هم که کردم این بود که من خلاصه نوشتم. مثلا a new article was published گفتیم که حواسمون به ایدیا هست. regarding من مثلا برای خودم علامت گذاشتم به جای اینکه برای هر کلمه ing بذارم یه خط میذارم اینجوری از بالا تا پایین میکشم و برای خودم علامت گذاشتم که این regardingه. یا مثلا برای حرف the اومدم این علامت رو گذاشتم که توی فونوتیک نشونه the هست.
university رو میبینی چجوری نوشتم، مثلا last week. و ببین یه کار دیگه هم میتونی بکنی، اگه دیدی واقعا حافظت اجازه بهت نمیده، حتی میتونی اینو که اینجوری نوشتی سریع یه دور مثلا کلمه‌ای که فکر میکنی تا بخوای بنویسی یادت میره یکم مثلا کاملشون کنی که توی نوت تیکینگ در واقع قاطی نکنی. خب حالا بریم تایپش کنیم. در واقع حرف اول کپس لاک. A new article was published regarding the university last week. خب الان نقطه نمیذارم، اگه کلمه شک دارم و یه چک میکنم، مثلا یونیورسیتی شک کردم که با سی هم مینویسمش. نمیدونم، یا مثلا آرتیکل شک کردم که آخرش ای داره یا نه. مینویسم و در آخر یه نقطه میذارم. حالا سبمیت رو بزنیم. نیو رو نذاشتیم؟ توی نوت ها نوشته بودمش. نیو رو توی نوت هام نوشته بودم، خب اما اینجا نذاشتم و این ببینید خیلی تو تمرین ها برای من به شخص پیش می اومد. خب که مثلا نیو رو تو نوت نوشتم اما خیلی دست باشه می شدم سریع تایپ کنم بنویسم، دیگه یه جاهای نوتم رو چک نمی کردم و همینجور می نوشتم. پیشنهاد می کنم که حتما کاری که می کنی اینی که وقتی اینو نوشتی نگاه به نوت هات هم بکنی که احیانا یه چیزی توی نوت هات نوشتی جا نمونه اینجا بنویسی. اوکیه؟ خب بریم یکی دیگه هم با هم کار کنیم. نکست رو میزنیم. خب شروع. The notification will not be received until the following week. The notification will not be received until the following. گفتم من مثلا به جای ing خط میذارم. ویک رو هم که اینجوری نوشتم. کپس لاک، حرف اول کپس لاک. The notification will not be received. Will not be خب الان اینجا شک دارم، ریسیو و شک دارم که ای آی بود یا آی ای بود. خب دوباره می نویسمش. Till the following. دیگه کجا رو شک دارم؟ مثلا until شک دارم که دابل ال بود یا یه دونه ال بود. خب following week دیگه فکر نمی کنم چیزی رو شک داشته باشم. نقطه رو هم که گذاشتم. submit. بله به این شکل شد. و حالا یه نکته جالب بهتون بگم. خب زمانی که بعد از حرف سی ای و آی بیاد، خب معمولا اول ای میاد بعد آی میاد، اما اگه حرف سی نباشه برعکس معمولا. اما خب استثناء هم همیشه داریم، اما این نکته املایی میتونه بهتون کمک کنه. بریم یه سوال دیگه با هم حل کنیم. خب بذار یه صفحه دیگه بیاریم
چون قرار شد صرفه جویی نکنیم توی صفحه. بریم سوال بعدی. Gravity is the force that attracts two bodies toward one another. ببین gravity is a force that مثلا that رو اینجوری نوشتم attracts two or more bodies toward one another. مثلا اینجا من شک کردم که این toward گفت یا towards گفت. میتونم جفتشو بنویسم. خب حالا بریم بنویسیمش. is a force that attracts two or more bodies toward one another. خب الان الان اینجا شک دارم. toward بود یا towards بود؟ جفتشو می نویسم. towards. یه نکته دیگه، خب ببین میتونی این جمله رو وقتی نوشتی، وقتی ببین من از اول تا آخر میخونم ممکنه یه سری اشکالاتی که در واقع الان انجام دادم توی تایپ هم نتونم تشخیص بدم. پس شروع میکنم از آخر یک دور املاهایی که نوشتم و بررسی کردن. خب از آخر هم بررسی کردم. البته حواسم باشه به تایم منیجمنتم توی این بخش، به مدیریت زمانم، چون این بخش احتمال اینکه وقت کم بیاری هست. سبمیت میزنم. اینجا the بود، من شنیدم ا. خب و ببین یه نکته که الانم بهش برخوردیم بهتون بگم. خب ببین معمولا اگه یک جا شنیدی احتمال اینکه ده بوده باشه هست. خب بعضی ها کلا از این تکنیک استفاده میکنن. جمله رو که نوشتن خب مثلا آخرش یه چند تا آرتیکل اضافه میکنن. مثلا آخر این قبل از نقطه یعنی برای خودشون یه دونه ا اضافه میذارن، یه دونه د اضافه میذارن، یا حتی مثلا اگه یه فعلی رو شنیدن سعی میکنن آینجی دارش رو بذارن یا مثلا ایدی دارش رو بذارن، چون اینا common errors هستن، یعنی اشتباهات رایج هستن که مثلا فعل رو میفهمی آینجیش رو نمیفهمی یا مثلا آرتیکل رو نمیفهمی. اوکی؟ و بعد اینجوری میان اضافه می نویسن که این اشکالشون رو بیارن پایین. اوکی؟ الان من مثلا میتونستم این آخره اضافه کنم اینو. و ببینید من نیومدم الان یه سری رایت دیکتیشن رو مثلا از قبل تمرین کنم یا حفظ کنم که بعد الان برای شما بذارم توی ویدیو. خواستم کاملا واقعی باشه و عیب و ایرادات رو بتونید ببینید و بتونم راه حل هر عیب و ایراد رو هم بهتون بگم. چجوری بتونی خیلی مفید رایت دیکتیشن رو کار کنی. خب اول اینکه توصیه میکنم اگر تایمت خیلی تنگ نیست و وقت داری، خب همه رایت فرام دیکتیشن ها رو یعنی به همین صورت توی سایت تمرین کن و تایپ کن که هم سرعت تایپت بره بالاتر، هم خب با شرایط آزمون بهتر آشنا میشی. خب حالا سوال هایی که ما توی رایت فرام دیکتیشن باهاشون مواجه میشیم چند هستن. یکی سوالایی هستن تو رایت فرام دیکتیشن که تو کامل صحیح جواب دادی، یعنی نه کلمه ای رو میس کردی، نه کلمه ای رو از دست دادی توی تایپت، نه اشکال املایی توی اون داشتی و نه اشکال حافظه‌ای داشتی توی اون جمله. خب با این جمله چی کار میکنم؟ با این جمله که هیچ اشکالی توش نداشتم، برام آسون بوده، این جمله رو میام برای خودم یه هایلایت زرد براش میذارم. اوکی؟ زردش میکنم. خب
اما بعضی سوالات هست خب که من املاشو کامل بلدم، اوکی، اما یه مشکل مثلا حافظه‌ای برام داشته. خب یعنی من اینقدر مثلا اون جمله طولانی بوده نتونستم به حافظم بسپارم، یا اینکه مثلا مشکل شنوایی داشتم توی اون بخش، مثلا کلمه رو گفته من کلا به خاطر لیسنینگ متوجه نشدم که چی گفته. اینو میام مثلا برای خودم بنفشش میکنم. خب از همین الان هم دیگه با خودم قرارداد بستم که این دسته سوال ها رو بنفش کنم. خب و دسته دیگه سوال اینی که اون سواله در واقع همه چیزش برای من اوکی بودی، یعنی هم به خاطر تونستم بسپرم بنویسمش، هم تایپش کردم. اما این سوال تنها مشکلی که برای من داشته این بودی که من مثلا یکی دوتا کلمه تو این جمله بوده، در واقع این دوتا کلمه رو من املاشون رو بلد نبودم. این دسته سوال هایی هم که همه چیزش برام اوکی بوده و فقط املاش برام سخت بوده رو مثلا میام قرمز میکنم و دیگه با خودم قرارداد میبندم که این جمله دیگه جزء دسته قرمزه برام. خب حالا این چه کمکی بهم میکنه؟ بار دوم ما گفتیم که دیگه پردیکشن ها رو شما باید 0 و 100 مسلط بشین، به طوری که اگه سوال تکراری براتون از پردیکشن اومد که مسلما هم براتون سوال تکراری میاد اون سوال رو کامل بتونین جواب بدین. خب ببین اون دسته سوالی که زرد کردی و همه چیزش برات آسون بوده رو خب موقع مرور دیگه میذاری آخر. اگه دیگه خیلی تایمت اضافه اومد و واقعا تونستی زردار رو دوره میکنی، اگه که نه زردار رو کلن میذاری کنار برای دوره. خب حالا میمونه چی؟ دو دسته سوالی که داشتی، یکی دسته سوالایی بود که املاشون رو بلد نبودی، یکی دسته سوالی بود که مشکل لیسنینگی توش داشتی یا مشکل حافظه‌ای توش داشتی، یعنی نتونستی جمله رو کامل نوت تیکن کنی و یادت بمونه. برای اون دسته که مشکل املا داشتی اولا این که بهت بگم خب یه دفتر برمیداری، خب یه دفتر برمیداری و شروع میکنی همزمان با اینکه داری رایت فرام دیکتیشن کار میکنی، اگه کلمه ای املاشو اشتباه نوشتی یا بلد نبودی شروع میکنی توی این دفتره یادداشت کردن. خب و یک کار که خیلی بهت کمک میکنه، خب مثلا میگم من until یا until رو شک داشتم که دابل ال داره یا یه دونه ال داره. خب کاری که میکنم این که تو این دفتر کلمه until رو مینویسم، خب و الش رو با یک رنگ دیگه مینویسم تا برای دوره برام خیلی راحت تر بشه. خب و همینجور اشکالات املاییمو مینویسم توی دفتر و قسمتی که از املاشو هم بلد نبودم رو هم به یک رنگ دیگه می نویسم و املاها رو مرتب دوره می کنم توی همین دفتر. ببین بعضی ها برای املا از فایل انکی استفاده می کنن. انکی ببین خوبه اما خیلی وقت گیره. تصور کن یک کلمه رو تو کلن املاشو بلدی، خب مثلا کلمه فورس، اوکی، املاشو اصلا از قبل بلد بودی، انکی هی میاد این فورس رو هم قاطی کلمات دیگت یه دوره براش میذاره خب و من نتونستم این کلمه رو کلن از فایل انکیم حذف کنم. به خاطر همین یه مدت که با انکی کار کردم متوجه شدم که اگه با همین روش توی دفترم کلماتی که املاشون سخته رو بنویسم و دورشون کنم خیلی بهم کمک میکنه. خب و کار دیگه هم که میکردم این بود که خب من یه سری کلمه الان برای خودم نوشتم خب که املاهاشون رو بلد نبودم. خب می اومدم مثلا این املاها رو مثلا اینقدر جدا میکردم و مثلا در قالب یک وایس به خودم املا میگفتم، یعنی دور اول اینجوری بود، کلماتو میذاشتم جلوم خب و شروع میکردم همزمان صدای خودم رو ضبط کردن وقتی که املاها جمع آوری شد و در عین حال که وایس خودم رو هم ضبط میکردم خب مثلا میگفتم article، بعد توی یک دفتر حالا تمرینی چک نویس همزمان که میگفتم article رو از رو مینوشتم. بعد دوره مثلا چی بود؟ demonstrate. خب توی وایس که دارم رکورد میکنم صدامو که بعد به خودم املا بگم خب demonstrate رو از رو مینویسم. خب اینا دیگه سلیقه‌ایه ولی این روش خوب بود برای من.
چرا میگم اینجوری صداتو ضبط کن؟ اولا اینکه خب وقتی که داری صداتو ضبط میکنی و یه دور خودت کلماتو مینویسی، یک مکس بین کلماتت میندازی که خب باعث میشه بعد که داری به خودت املا میگی اون مکسه باشه، یعنی تو فرصت کنی به نوشتن، گرچه خب پاز هم میتونی بکنی. خب دوم اینکه یک دور تو از رو املای کلمه رو نوشتی. خب به حال وقتی که صداتو ضبط کردی قشنگ وایس رو پلی میکنی، خب و شروع میکنی به خودت املا گفتن، املای کلمه رو به خودت میگی، مینویسی، بعد توی همون صفحه چک میکنی که آیا این املا رو درست نوشتی یا غلط نوشتی. و حالا یه چیز، دوباره میتونی یک برگه جدا برداری و املاهایی که میبینی که داری به خودت املا میگی و غلط مینویسی دوباره بنویسی تو اون برگه جدید. دوباره مینویسی تو اون برگه جدید، دوباره برگه جدید رو بیشتر مرور میکنی و این روند رو اینقدر ادامه میدی تا املای کلمات رو کامل یاد بگیری. به حالا رسیدیم، داشتم بهتون میگفتم که با دست سوالات چیکار کنیم. خب ببین، خب الان فهمیدم اول اینکه چجوری نکته برداری میکنم از اون سوالهای write from dictation که فقط با املاشون مشکل داشتم، اوکی؟ و اینا رو فکر کنم بهتون گفتم بنفش کنین اگه اشتباه نکنم. خب حالا رنگو دیگه خودتون چک کنین، اما فکر کنم بهتون گفتم بنفش کنین. خب اینا رو که بنفش کردم، املاهاشو که توی دفترم دارم دوره میکنم. خب بعد میمونه اون دسته سوالهایی که من توی لیسنینگ باهاشون مشکل داشتم، توی اینکه به حافظم بسپرم باهاشون مشکل داشتم. خب که با این دسته سوال چیکار میکنم؟ این قابلیت رو فقط میتونی توی خود اپلیکیشن APUni داشته باشی. وارد اپلیکیشن APUni میشم، یه قسمت داره APUni MP3. خب و اینجا خب میزنم write from dictation و prediction march رو انتخاب میکنم و حالا قشنگ میتونم فیلتر کنم که چی میخوام. دقیقاً میتونم بگم که اونایی که پرکتیس کردم، تمرین کردم و میخوام، یا اونایی که هنوز تمرینشون نکردم. مثلا من میخوام اونایی تمرین کردم بیاد. و حالا دوباره میگه از اونایی که تمرین کردی مثلا چه رنگشون، کدوم رنگی که مارک کردی رو میخوای، orange, red, green, purple. مثلا من رد ها رو میخوام که رد ها مثلا اون دسته‌ای بودن که من توی حافظه‌ای باهاشون مشکل داشتم یا کلا توی بحث لیسنینگ باهاشون مشکل داشتم. خب یه اوکی میزنم و این کلمات برام اینجوری ردیف میشن و کاری که میکنم اینه که اینو میزنم. Gravity is the force that attracts two bodies toward one another. میبینید چی کار میکنه؟ همه جملات رو هم تکرار میکنه، هم با زیرنویس برام میذاره که من به راحتی میتونم تایمایی که خستم اینا قشنگ اینا رو اینجوری گوش بدم و زیرنویسشون هم خط ببرم که قشنگ برام جا بیفته. من خودم یادم مثلا زمانهایی که نزدیک امتحانم شده بود شبا خواب نمیرفتم، شبا که بدخواب بودم دقیقاً این وایس ها رو پلی میکردم و میذاشتم همینجوری به گوشم بخوره. خب که اگه احیانا سوال تکراری توی امتحانم اومد اینا یه حالت توی حافظم بهتر رفته باشه و راحت‌تر و دقیق‌تر بتونم write from dictation رو انجام بدم. چون write from dictation خیلی مهمه ها، باز تاکید میکنم خیلی آسونه. write from dictation خیلی دستیافتنیه ولی خیلی مهمه، اصلا دست کمش نگیرید.